الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد امروزم که باشد بهر شما عزیزان دل در اطراف یک احادیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر می‌دهم به خاطر که یک مشکلات یک نافهمی در بین جامعه مسلمان ها دیده می شود. شاید هر برادر هر خواهر که این نوار را گوش میکند و به یک خلاصه می آید، از خداوند امید داریم که خطای خود را اصلاح میکنند. طبق عادت پیشین اولا از الله پاک، از الله مهربانی که ما را دستور به دعا کرده است دعا میکنیم که الله متعال ما مسلمان ها را همیشه با پیروی قرآن، با پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و با عقیده صحیح نصیب روزی بگرداند. آمین. حدیثی است عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بادروا بالاعمال الصالحه فستكون فتنه كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دين بعرض من الدنيا. رواه مسلم. در این حدیث ابی هریره رضی الله عنه من شما را خبردار میکند، بیدار میکند از معلم به بشریت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میگوید با اعمال نیک و شایسته ای امت من، ای پیروان من، شما سبقت کنید، یعنی کوشش کنید که در عمل صالح به هم دیگر سبقت کنید، نه در دنیا. امروز جامعه ما مسلمان ها سبقت فقط در کار دنیا هستند. اگر یک برادر یک خانه بگیم یک آشیانه کرد، من شما کوشش میکنیم که خانه دو آشیانه کنیم، یعنی سبقت فقط در کار دنیا، در مال دنیا میکنیم. لیکن پیامبر من شما را میگه که یعنی در کار شایسته، در عمل نیک چکو کنید، سبقت کنید، سبقت بجویید. از فتنه هایی که مانند شب تاریک میگه خواهد آمد، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از فتنه های میگه که با قریبی که مثل شب تاریک است. خیلی شب تاریک تمام روی دنیا را در بر میگیرد، همه فتنه ها تمام روی دنیا را در بر میگیرد. و در آن شخص اون چی فتنه هست؟ یعنی یک فتنه گفت میگه که مثل شب تاریک است، یعنی تمام دنیا را در بر میگیرد. اکنون ما توجه کنیم که چی فتنه هست. اون شخص میگه صبح مؤمن، یعنی سحر همو انسان بیدار میشه مؤمن و غروب کافر میگرده. نعوذ بالله. یعنی سحر از خواب میخیزه مؤمن، لیکن بیگاه میشود کافر میشود. نعوذ بالله. یا در حالی که داشتن ایمان غروب رو میگذراند و صبح در حالی که کفر وارد روز میشود. یا اینکه بیگاه مؤمن، سحر وقتی که بیدار میشود در حالی که کافر است. پیامبر در دوام حدیث به ما شما چی میگوید؟ و دین خدا را با چیزی کمی از دنیا میفروشند. و دیگر فتنه که در آخر دنیا در جامعه مسلمان ها دیده می شود این است که با اندک مال دنیا دینشون هم میفروشند. با اندک مال دنیا دینشون هم میفروشند. مقصد از این حدیث ما برای چی را بیان کردم عزیزان دل؟ امروز نوارهای را اکثر برادران، اکثر خواهران تماشا میکنند، مسخره در دین است، اهمیت نمیتن اون را. با دیگر برادران روان میکنند، با فکر خودشو، با عقیده خودشو یک چیز خنداور است. چی اون فاسقا و منافقا
سنت پیغمبر را مذاق کنن یا نمازخوانی را مذاق کنن یا رشا مثلا رشکی سنت پیغمبر یا رشا یا حجاب یک خواهر را مذاق کنن به هر طریقی نباشه یک قانون اسلام مسخره میکنن. امروزه در شبکه‌ها نگاه میکنی که آدمای به مثل منافقا پیدا شدن با نام ظاهرا مسلمان هستند لیکن اونها ای منافق ده بدتر هستند. اونها دارن مردم میخندونن لیکن خودشون فکر نمیکنن که الکی ما در نفاق گذشتگیم ما منافق شدگیم. لیکن جای تعصبش اینه که با او ما غم نمیخوریم به خاطر که اونها برای دنیا آباد شدن شو برای همو بگیم که نواشو پیش برود دو سپری حرام کار کنن اونها الکی دینشون افروختگی هم. لیکن بسیار جار تعصبش این است که امروزه برادرها و خواهرها همون نوارو را با تماشا کنده خنده میکنن و با دیگرها با روان میکنن. ایرا خوب گوش کنه خواهران عزیز مادران عزیز، ممکن از گپ بنده ناراحت شه لیکن حقیقت تلخه. در رضای کفر در یک عمل منافق نگاه میکنی که مسخره ددین ای وقتی تو میخندی وقتی او نوارت دستگیری میکنی در کفر او شریک هستی. فراموش نکن. خدای نکنه که فردای قیامت بخیزی در حالی که در پیش بیرق منافقا باشی. ادبگاهی محبت ناز شوخی بر نمی دارد میگه شوی. دین چیزی شوخی نیست عزیزان دین. کوشش کنی که در این گونه نوارها نه دست بزنی نه با یکو کس روان کنی نه خنده کنی. اونها منافق شدگی هستن که مسخره در دین میکنن، مسخره در قانون الله میکنن. صحبت زیاد است لیکن من مختصرا بیان کردم برای انسان با عقل یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. برای عمده با عقل هم یک نکته بس است. الله تعالی همه من و شما را از این مسخره کردن نسبت به دین خدا نسبت به قانون الله مهربان همه من و شما را نگهبان باشه. این صفت منافقی را الله مهربان در زندگی من و شما نگرداند. آمین.